سلام هموطنان عزیز، سلام دوستای عزیز، عزیزای دل. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند و سربلند باشین و از گزند روزگار در امان باشید و زندگیتون همیشه سرشار از خوشی و محبت و صمیمیت باشه. با فامیل دوستانتون همیشه باید خوش بگذرانید و خوش باشید. دنیا در گذر است. ما و شما اگر خوبی کنیم هم میگذره، اگر بدی کنیم هم میگذره. بهترین کار ای است که باید در زندگی همیشه خوبی کنیم و از خود چیزهای خوبی را به جا بگذاریم. یک چیز رو باید فراموش نکنیم دوست عزیز، باید در زندگی بعض موقع خیلی چیزهای سختی را باید تجربه کنی تا به بهترین ها برسی. بدترین ها را باید تجربه کرد تا به بهترین ها رسید. پس از این باید ما شما الگو بگیریم و سرمشق زندگی خود قرار بدیم که زندگی هیچ وقت آسان نبوده و همچنان که ما شما تجربه کردیم هیچ وقت آسان نبوده و با آسانی نگذشته. اگر کسی را میبینیم که به یک پله بالاتری رسیده، اونا هم در گذشته مشکلاتی داشته و سخت بوده، آسان نبوده برش. از یک جای شروع کرده که تا به پله های آرزوی خود رسیده. پس ما همچنان باید کوشش کنیم تا به آرزوی چیزی که میخواهیم برسیم. همیشه خوش باشین دوستان عزیز، موفق و سربلند باشین هر جایی که هستید.